آقای میرحسین موسوی، شما مردی شارلاتان، ابله و سفیهی هستید که در بیان کردن دو جمله صحیح به زبان فارسی دچار مشکلات عدیده‌ای هستید. شما امروز بیانیه صادر کردی در راستای قوادی برای بیت رهبری. بایستی از شما پرسید آقای میرحسین موسوی، شمایی که در سال 88 یک پشتوانه میلیونی در خیابانهای تهران داشتی، توان بازپسگیری آراء خود را نداشتی و نتوانستی انتخابات ریاست جمهوری را باطل بکنی به پشتوانه حضور میلیونی مردم در خیابان، و بعد تن دادی به تجاوزات علی خامنه ای. حالا چه شده آقای موسوی تو انقدر با شهامت و با شجاعت شدی که پیشنهاد تدوین قانون اساسی و همه پرسی قانون اساسی میکنی؟ خب شما نشان دادی در زمانی که میتوانستی ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی را بربکنی، این کار رو نکردی و جلوش رو گرفتید. امروز چگونه میخواهی این کار را بکنی آقای میرحسین موسوی؟ الا اینکه شما همتون دارید قوادی میکنید برای بیت رهبری و پروژه انقلاب شبیه سازی شده آنلاینی فاز سوم دولت ایرانی. هیچکی در این سرزمین نماینده هیچ کسی نیست. این سرسازی ها، این ملا سازی ها، این نماینده سازی ها به نام اقلیت قومی و جنسیتی و زبانی و دینی کار خود بیت رهبری است. از مولوی عبدالحمید دجالتان در زاهدان که نماینده ولی فقیه است در زاهدان و احیانا اگر شهرتی به دست آورده است به واسطه نمایندگی علی خامنه ای است، امروز شما دارید از او گاریبالدی ریشو میسازید. از ملاهای شیپشوی مجمع روحانیت اهل سنت گرفته تا احزاب برساخته دست نهادهای امنیتی به نام احزاب قومیتی، از شعار فاسد زن زندگی آزادیتان تا انقلاب کذایی اعتراضات نمایشی و تلویزیونی و پروپاگاندایی. آقای میرحسین موسوی ابله، آقای ابو موسی اشعری ابله، شما فکری به حال خود کن. ما شما را در فاز اول شکست دادیم. شما در فراز اشنویه مهاباد سنندج جوان رود شکست مضحکی خوردید. حالا با سرسازی کردن و پیشنهادات صلح‌آمیز برای گذار و به حراج گذاشتن و تاراج کردن سرزمین توسط برنامه مولدسازی علی خامنه ای فاسد نامتعلق بی‌تبار در این سرزمین سند زده اید تتمه دارایی مردمان این سرزمین را به نام اشخاص حقیقی و حقوقی که آماده بشوید تحت نام حاکمیت قانون دولت ابد ایرانی بسازید. زهی خیال باطل. اینجا هیچ کسی نماینده هیچ کسی نیست. شما و تلاش مذبوحانه شما را برای نجات پیکر گندیده کورپوریشن یهود ایرانی از ترس مرگ علی خامنه ای به گور خواهیم سپرد. شما هم نقش قوادی خود را تا دیروز برای همسرت می کردی که توان پاسخگویی به سخنان احمدی نژاد را نداشتی. امروز داری قوادی مردم را می کنی برای بیت رهبری. آقای میرحسین موسوی و تمامی پفیوزهایی که خواستگاهشان سکوی پرتابشان و سکوی شهرتشان دولت ایرانی جمهوری اسلامی بوده است،
من جمله شما و تمام انوان و انصاری که شما فکر می کنید در این سرزمین می توانید جولان بدهید. شما این را بدانید که اگر مردمان این سرزمین نامتعینند، اما ما انسانهای تعین یافته مجال نفس کشیدن را به شماها نمی دهیم و همه شما را خفه می کنیم. مرتیکه ابله سخیف شارلاتان بی سواد.